كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم در هر گوشه و کنار این کره خاکی که هستید هر روزتون بهتر از دیروز باشه و هر روزی رو که پشت سر میگذارید بیشتر و بیشتر آمادگی گرفته باشید برای سفر آخرت. ما انسان ها همیشه عادت داریم که هر کاری رو که شروع میکنیم به پایانش بیاندیشیم و فکر بکنیم. هر حرکتی برای ما بدون پایان تعریف نشده است. همیشه در زندگی به پایان فکر میکنیم، همیشه در کارامون به آخرش فکر میکنیم. انسان زیرک کسیه که هر جا که پا میگذاره به آخرش فکر بکنه. آخرش چیه؟ با آخرش به کجا میرسه؟ دنیای ما علاوه بر این که ما انسان ها یک انتهایی برای زندگیمون مشخص کردیم به نام مرگ و مشخص شده برامون تعبیری صحیح تر، دنیایی هم که در اون زندگی میکنیم یک پایانی خواهد داشت. ما انسان ها هیچ کدوم از ماها 200 سال پیش روی این زمین نبودیم و هیچ کدوم از ماها 200 سال بعد اگر این گونه پیش بره الا ماشاءالله، اگر کسی بخواد الله تعالی زندهش بگذاره، کسی روی زمین نخواهد بود. این دنیا مال هیچ کدوم یکی از ماها نبود و برای هیچ کدوم یکی از ماها وفا نخواهد کرد که ما مالکش باشیم. ما نبودیم و نخواهیم بود. انسان ها میاند و میرند اما دنیا باقی است. ولی همین دنیا هم بالاخره یک روزی به پایان میرسه. یک روزی دنیا هم مرگش فرا میرسه. اون روزی که روز مرگ دنیاست، روز زنده شدن دوباره مرده هست. ما وقتی که مردیم در قبر گذاشته شدیم تا وقتی که دنیا میمیره ما در قبر و در برزخ هستیم. وقتی که دنیا هم مرد اون موقع ما انسان هایی که مردیم که همه خواهند مرد به همراه دنیا دوباره زنده خواهیم شد. اون روز آخر که ما از اون به تعبیری ساده‌تر روز قیامت یاد میکنیم، روز سختی است، روز پایان، روز از بین رفتن تمام این کهکشان ها و این عظمت، این سیارات، این ستاره های غول پیکر. اون روزی که زمین ما از هم خواهد پاشید و آسمان ها. در برنامه سفر آخرت همچنان با شما داریم حرکت میکنیم و داریم میریم و نظر میاندازیم به آینده خودمون بعد از مرگ و ایستگاهایی رو که باید پشت سر بگذاریم به همراه کارشناس محترم برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری عزیز. جناب مولانا خیلی مقدم عرض میکنم. تشکر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه
و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. الآیه. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوستداران برنامه سفر آخرت، خدمت همه عزیزان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته، و همچنین خدمت جناب استاد عزیز و گرامی جناب استاد سلیمانی صاحب، عرض و ادب و سلام در خدمت شما قرار داریم. و علیکم السلام جناب استاد. روز پایان زندگی ما روز سختی است، اما روز پایان زندگی دنیا روز سختری خواهد بود. اون روزی که کل دنیا از هم میپاشه و از بین میره، روز قیامت. برای ما بینندگان از روز قیامت بگید چگونه روزی است؟ قرآن چگونه این روز رو توصیف کرده؟ روز قیامت روزی که الله سبحانه و تعالی او روز بسیار سخت و شدیدی گفته و بیان او روز سخت چی برسه که انسان میبینه و تجربه و خود قیامت از جمله اصل اصول برنامه دینی ما و شما، یعنی برای امت اسلامی گفته شده که مسائل اصول که سه چیزه: مسئله توحید و نبوت و معاد، یعنی قیامت. یعنی جریان قیامت جریان اصولیه، یعنی ایمان کامل نمیشه بدون ایمان و معاد. یعنی 100% باید که یک انسان مسلمان زمانی به دایره اسلام داخل میشه که به معاد شک نداشته باشه، به زندگی دوباره، به زندگی بعد از مرگ. آیات زیاده در این باره که الله سبحانه و تعالی میفرماید اتا امر الله فلا تستعجلوا. مشرکین همیشه میگفتن قیامت کجا هست، چرا نمیآیه؟ الله سبحانه و تعالی میگه اتا امر الله. اتا صیغه ماضیه. صیغه ماضی هم از گذشته صحبت میکنه. در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه آمد امر پروردگار، یعنی قیامت. فلا تستعجلوا، شما عجله نکنید. چی معنا؟ یعنی مثل که یک کار در گذشته واقع شده باشه یقینه دیگه. یعنی مثل که عیناً اینه که اگر در گذشته صورت میگیرید که خب یقین داشتید، به همان ترتیب باید یقین داشته باشید که قیامت میآید. یعنی این از شدت تأکیدی اونه که میگه اتا امر الله. آیه دیگر که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. تنها نشانه بر خوبی نیه که رو به طرف مشرق و مغرب کنی. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والیوم الاخر. اصل نیکی اینه که ایمان به خدا، یعنی توحید و معاد، و ایمان به قیامت داشته باشی، و آیات زیادی که ارتباط به نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. پس ایمان به روز قیامت اصلی از اصوله که گفته شده لا یتم الایمان الا به. ایمان تمام نمیشه، کامل نمیشه مگر که کامل میشه ایمان داشتن به معاد. آیات زیادی که الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الساعة لآتیه، همانا قیامت آمدنیه، لا ریب فیها، شک در از اینیه. شما ببینیم الله سبحانه و تعالی وقتی قرآن
کلام خرمایه و بشر بفهمانه که در ازی شکی نیست، تردیدی نیست و این کلام از جانب منه. میگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، در این شکی نیست. این عبارت لا ریبه برای قیامت به کار برده میشه. ان الساعة لآتیة لا ریب فیها، شک در آمدن قیامت نیست، یعنی یقین و بالاتر از یقین که بعضی تاکید میکنیم 100%، فوق 1000% قیامت آماده نیه. آیه دیگر الله سبحانه وتعالی قسم یاد میکنه، لا اقسم بیوم القیامه، قسم به قیامت که ای او عظمت و او واقعاتی که در قیامت رخ میده الله سبحانه و تعالی او قسم یاد میکنه، لا اقسم بیوم القیامه. آیات زیادیه که الله سبحانه و تعالی میفرماید فاذا جاءت الطامه، طامه یعنی حادثه بزرگ، حادثه که خیلی بزرگ باشه و طامه قرآن عظیم شان اشاره میکنه به حادثه بزرگی که او حادثه بزرگ چی وقته؟ فاذا جاءت الطامه الكبرى یوم یتذکر الانسان ما سعی، روز قیامت، یعنی روز قیامت روز تکان دهنده و روز بزرگ. آیه دیگه الله سبحانه و تعالی میفرماید فاذا جاءت الصاخه، هنگامی که بیایه او صاخه یعنی صدای دلخراش. چگونه صدای دلخراشه؟ یک خانه بعضی وقت ناگه فروه بریزه صدای عجیبی داره. او هنگامی که اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سيرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش، کل اینها، آسمان به هم بریزه، زمین به هم بریزه، خورشید و مهتاب و کل سیاره ها به هم بخوره و وضعیتی بیایه که و تکون الجبال کالعهن المنفوش بشه، این کوهایی که این همه سخته اینو تبدیل به یک پشم حلاجی شد، پشم حلاجی بشه، تیت تیت بشه به آسمان. این واقعا ساخه، گوشهار میخراشه. قیامت در اول سوره حج الله سبحانه وتعالی اشاره میکنه، اعوذ بالله من الشیطان، یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم بترسید از پروردگار خیش، بترسید از آن روزی که ان زلزله الساعه شیء عظیم. زلزله الساعه، تکانی که قیامت میده. ان زلزله الساعه، تکانی که زلزله‌ای که در قیامت پیش میاد. ان زلزله الساعه شیء عظیم، شیء بزرگیه. ولی شما ببینید عظیمی که خدا بگه. دنیای با این همه عظمتی که ما میبینیم، با این همه کوهایی که میبینیم، اتم در این دنیایه، جز متاهای دنیایه که امروز دنیای امروزی از اتم میترسه، از موشک‌های عجیب و غریب امروزی میترسه و از بالاخره از سلاح‌های هسته‌ای امروز دنیا پریشانه. همه اینها جز متاع دنیایه. الله سبحانه و تعالی اینا رو همه چی گفته؟ قلیل گفته. قل متاع الدنیا قلیل، نه قلیله، اندکه در مقابل وضعیت آخرت. اما قلیلی که خدا گفته دنیاست، دنیایه. کل کره زمین، کل کره زمین، کل اصلا همه اینها شامل میشه. این قلیل گفته. ولی در اینجا میگه ان زلزله الساعه لشیء عظیم یوم ترونها تذهب كل مرضعه اما ارضعت و تدع كل ذات حمل حملها. و روزیه که میبینی که مادری که چقدر طفل محبت داره و دوست داره، در اثنایی که طفل شیر بده به او صحنه طفل را سینه باز میزنه،
فراموش میکنه، میاندازه، دور میاندازه وحشت او روز. و تضع كل ذات حمل حملها، زنها در حالت سقط جنین قرار میگیره. و ترى الناس، میبینی مردم ها را، ترى الناس سکارا، به حالت مستی و اینها، ولکن ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا، اینها مست نیان. در او صحنه انسان ها خور به در و دیوار میزنه، این طرف این طرف، وحشت. کسی فکر اگر کسی اینها رو ببینه میگه ها البته مستن، در حالت سکرن. و ما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید، عذاب خدا سخته در اون روز. پس روز قیامت روزیه که خیلی تکان دهنده و این لحظیه که انمو سور اول دمیده میشه. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. در اینجا یک نکته اشاره کنم، الا من شاء الله، او کسانی که همه از بین میرن مگر او کسانی که خدا بخواه. خب کی میمانه؟ در اینجا در روایات میاره که الا من شاء الله جبرئیل علیه السلام میمانه، ملائکه مقرب میمانن و ملائکی که حمل عرش دارن، حمله عرش، اینا میمانن. الله سبحانه و تعالی به اسرائیل، به ملک که وظیفه جان گرفتن داره، بعدا میگه که ای ملک الموت، تو که این همه جان گرفتی دیگه جان کی مانده؟ میگه ای الله تو که خبیری واقفی میدانی جان همه انسان ها گرفته شد، فقط مانده حامله عرش و مانده جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل. میگه ای ملک الموت، ای اسرائیل جان اینها رو هم بگیر. ملائکه هم جان میده، جبرائیل هم جان میده، اسرافیل هم جان میده. دوباره پرسان میکنه که ای اسرائیل کی مانده؟ میگه ای الله فقط یک مخلوق ضعیف تو که اسرائیل مانده، دیگه همه جان دادن، تو هم جان یم جان رو تسلیم. اینجا الله سبحانه و تعالی صدا و ندای سر میده، لمن الملک اليوم این الملوک الارض، پادشاهان زمین کجاین؟ لمن الملک اليوم، کجاین؟ اینهایی که دم از شاهی و سلطنت و حکم و حشم و بالاخره اینها را سر میدادن کجاین؟ لمن الملک اليوم. الله سبحانه و تعالی خودش آواز میده که امروز حکمت و پادشاهی و سلطنت لله الواحد القهار، از آن او خدایی که قهر و غضبش همه جا فرا گرفته، هیچ کس نیه در او لحظه از انس، از جن، از فرشته، از همه که سر بالا کنه بگه بله من هستم. نه، مالک الملک ازل تا به ابد ذات خداست که ندای لمن الملک دهد شاهان را. در حقیقت چنین ذات لیاقت سجده داره، چنین ذات لیاقت حمد داره، چنین ذات لیاقت عزیر داره که بگیم لا اله الا الله الا الله. ای الله فقط تو هستی که لیاقت سجده داری، لیاقت حمد داری، لیاقت پرستش داری. غیر از تو دیگه به هیچ کس نمیزیبه، چون تونی که هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن. الله سبحانه و تعالی بعدا پس اسرائیل و اسرافیل زنده میکنه، جان میده و اینجی ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون که قیامت برپا میشه. خلاصه صحنه قیامت صحنه دلخراش و صحنه بسیار خطیر و سنگینیه که
الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان نامهای زیادی از این روز بیان کرده با نامهای مختلف که اگر وقت و فرصت باشه اشاره میکنیم. اگر به طور خلاصه و فشرده نامهای قیامت، نامهایی که در قرآن عظیم الشان آمده، الله سبحانه و تعالی یاد کرده به عنوان یوم القیامه، روز قیامه، روز استادنه، روز رستاخیزه. الله سبحانه و تعالی گفته یوم الاخر، روزی که به این دنیا پایان داده میشه و آخرین روز دنیا همان روز قیامته. روز قیامت یوم الحساب گفته شده که ذره ذره حساب گرفته میشه. روز قیامت یوم الدین گفته شده، روزیه که روز پاداشه، روزیه که جزای هر کس که هر عملی انجام داده جزای خود را میبینه، چی خوب و چی بد. روز یوم الجمع که از آدم تا به خاتم همه را الله سبحانه و تعالی در یک زمین جمع میکنه. روز یوم الفصل که در آن روز بعد از حساب و کتاب فریق فی الجنه میشه و فریق فی السعیر میشه. روز قیامت یوم الخروج که در آن روز انسان ها از قبرها بیرون میشن و خارج میشن. روز قیامت گفته شده یوم الموعود، روزی که او چیزایی که وعده داده شده میرسه. موعود برای انسان گفته شده که اگر پاداش نیک انجام بدی و صحرای محشر میبینی و اگر اعمال بدی داشته باشی باز هم نتیجه و ثمره رو میبینی. روز یوم الموعود گفته شده. یوم الخلود گفته شده، روزی که در صحرای محشر در آن روز سلام آماده که اهل بهشت بری از میگن سلام بر تو، که امروز روزیه که جاویدانی میشه. ادخلوها بسلام، بسلام یوم خلود، یوم خلود. یعنی ملائکه به او روز سلام میدن که امروز روز جاویدانیه. روز قیامت یوم عظیم گفته شده، روز بزرگ، و همچنین یوم الحسر گفته شده. خیلی از انسان ها به حسرت و به ندامت میفتن در اون روز. روز یوم التغابن گفته شده. تغابن یعنی روز فایده و نقص، روزی که اونهایی که کار نیک انجام دادن فایده خور میگیرن، اونهایی که کار بد انجام دادن نقص خور میبینن. یوم التناد گفته شده. تناد یعنی روزی که هر کس ندا سر میده، یعنی روزی که هر ملت ندا میکنه، پیامبر خود طلب میکنه. یا این که یوم التناد روزی که هر کس فریاد میزنه که بلکه کسی به فریاد او برسه و او نجات بده. روز قیامت یوم الطلاق گفته شده، یعنی طلاقی که به تیه، روزی که ملاقات میکنه انسان با اعمال خود. طلاق یعنی ملاقات. روز قیامت یوما ثقیلا گفته شده، روز سخت و دشوار. روز قیامت یوم الآزفه گفته شده، یعنی روز نزدیک که انسان نزدیک میشه. اگر بهشت باشه اهل بهشت باشه به بهشت و اهل جهنم به جهنم، روز نزدیکیه. یوم العسیر گفته شده، روز سختی. یوم علیم گفته شده، روز درد و رنج. یوم الوعید گفته شده، روز شدید. یوم الحق گفته شده، روزی که ترازوی عدل، عدالت، حق در اونجا گفته شده، یعنی روزی که حق و حقیقت به روز واضح میشه، واشکارا میشه. یوم المشهود گفته شده، روز دیدنیه که انسان اعمالی که در دنیا انجام داده همه اونها را میبینه. خلاصه یوم معلوم گفته شده، یعنی روز معینی که همه انسان ها در روز جمع میشن. و یوم البعث گفته شده که روز رستاخیزه که انسان ها از قبر برانگیخته میشن. این نام های قیامت که در قرآن عظیم الشان ذکر شده. ولی به طور خلاصه و فشرده چی چیز ما از این همه سختی ها، این همه مشکلات در اون روز ما نجات میده؟
آیه قرآن میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون. روزی که قیامت روزیه که نه مال به درد میخوره و نه اولاد. تو فرار میکنن از آن یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. بسیار دردآور این صحنه. خیلی دردآوره که عزیزترین انسان در اونجا از پیش انسان فرار میکنه. فرزند انسان، همسر انسان، صاحبتی دوست همسر نزدیکترین انسان برای انسان همسره. زن و شوهر از پیش هم دیگر فرار میکنن و اون روز خیلی روز سختیه. روزیه که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. مهر نهاده میشه بر دهان. امروز دیگه دهان حرف نزنه، خیلی حرف زده. امروز اعضا شهادت میده، دست، پا، اینها بالاخره خود اینا میگن که چه کار کردن. در صحرای محشر چیزی که برای انسان نفع میرسانه الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر قلب سالم، که قلب سالم توضیحات زیاده داره. اگر وقت باشه توضیح میدیم. اگر مختصرا توضیح بفرمایید. به طور خلاصه و فشرده قلب سالم اینه که سالم باشه از شرک، از حقد و کینه. ابن سیرین رضی الله عنه رحمهم الله قلب سلیم رو میگن ان یعلم ان الله حق، یعنی به حقانیت خدای تبارک و تعالی، یعنی آشنا باشه به معرفت الله سبحانه و تعالی. یک. دوم میفرمایند و ان الساعه آتیه لا ریب فیها، این قلب چنان یقین داشته باشه که این قیامت میآیه و شکی هم در از این نیست. و سوم میفرمایند و ان الله یبعث من فی القبور، و برای قلب ثابت شه و یقین داشته باشه که روزی ما از قبرها برانگیخته میشیم، به پای حساب و کتاب میریم. این قلب سالمه. قلب سالم قلب مؤمنه. قلب مؤمنه. الا من اتى الله بقلب سلیم. در روز قیامت که منافقین و کفار در اونجی روزی که اگر ملء الارض ذهب ولو افتدا به، اگر به اندازه پوری زمین هم ملء الارض ذهبا، اگر به اندازه زمین هم طلا باشه، ولو افتدا به، اگر داده بشه به صحرای محشر، هیچ فایده به حال از اون نمیرسه. ملء الارض ذهب ولو افتدا به اولئک لهم عذاب علیم و ما لهم من ناصرین. هیچ مددگاری به از این نیست و هیچ دست از این نمیگیره. در صحرای محشر چون کفار و منافقین همیشه افتخار به مال و به اولاد کردن، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم از آن مؤمنه. به خاطر که در قرآن عظیم و شان گفته شده که قلب کافر سلیم نیه، مریضه. فی قلوبهم مرض. وقتی در قلب مرضی باشه که اون مرض شرک، حقد، کینه، بغض، عداوت، دشمنی، ظلم، ستم، چنین قلبی به صحرای محشر کارآمد نداره. قلبی که خالی از شرک باشه، خالی از ریا باشه، قلبی که مملو از عشق الله سبحانه و تعالی باشه. به اینه که همیشه بزرگا دعا میکردن که این بیترین دعایه که همه بینندگان ما باید همیشه دعا داشته باشن که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. ای الله ما را هدایت کردی، دل ما را هدایت کردی، قلب ما را به طرف خود سوق دادی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. ببخش از جانب خود من لدنک رحمه، یعنی دل از قساوت، از ظلم، از شرک، از اینها وقتی پاک شد سلیم میشه. سلیم شد در صحرای محشر اینجا فقط این به درد میخوره دیگه. هیچ چیزی به صحرای محشر، نه مال نه اولاد، فقط یگانه چیزی که راه نجات انسانه نمو اعمال صالحه و قلب سلیم و سالم. و هدف از نزول قرآن عظیم الشان ما و شما میبینیم که اشاره میکنه یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما فی الصدور. این قرآن آمده
به خاطر پند و اندرز و موعظه و اینها، تا اینکه شفا بده او امراضی که در دل که سلیم بشه به صحرای محشر راه پیدا میکنه و به صحرای محشر از همه او عذابها، از همه او مشکلات نجات پیدا میکنه. پس صحرای محشر روزیه که همه دوستی ها به هم میریزه، همه ارتباطات به هم میخوره، الا ارتباطی که متقین داشتن که او ارتباط با ذات اقدس الهی و تقوای الهی پیشه خود ساخته بودن. به هر حال صحرای محشر و قیامت حالت تکان دهنده داره که ما و شما فعلا داخل شدیم، نام قیامت رو شناختیم، وضعیت قیامت و جریان هایی که صحرای محشر رخ میده. که روز قیامت، وقتی ما میگیم روز قیامت، قرآن میگه 50,000 سنه، به 50,000 ساله. به 50,000 سال حساب، کتاب، صراط، میزان تا رسیدن به بهشت خیلی بحث ها دیگه داره که انشاءالله در برنامه بعدی اشاره میکنیم انشاءالله. خیلی ممنونم جناب مولانا و همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز که ما رو تا آخر این برنامه همراهی کردید. انشاءالله همچنین که جناب مولانا فرمودن در برنامه‌های بعدی انشاءالله این مسیر رو با هم ادامه خواهیم داد و همه شما عزیزان رو تا برنامه بعدی به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما.